این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش برمدار باد، چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد، تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالیه دارالقرار باد، دارالعلوم عالیه دارالقرار باد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله تعالی علی خیر محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در درس گذشته تعریف ایمان به یک عبارت از تصدیق، باور قلبی با گرایش قلبی و اقرار به زبان نسبت به او چیزهایی که اساسات دین تشکیل میده، با فرق اینکه تصدیق رکن اصلی میباشه، زوال و عدم او معنای عدم ایمان و اقرار به زبان رکن غیر اصلی و اساسی میباشه و در صورت اکراه ملجئه که تعریف هر کدام شده بود، برای یک شخص رخصت بود که کلمات کفرآمیزه مگر اگر اکراه ملجئه باشد و بخش عمل را هم ذکر کردیم که اعمال صالحه اگرچه که در ماهیت ایمان داخل نمی باشد، اما این دنیا که تأثیرات نداشته باشد، سبب انشراح و زینت ایمان نباشد، زینت دهنده ایمان را کامل کننده می باشد، سبب رشد و ترقی و اعلای درجات شخص می باشد در جنت. و بیان کردیم که یکی حکم به ایمان یک شخص که در یک خانواده زندگی میکنه که پدر و مادر مسلمان میباشه، هنوز این طفله، این فرزند طفله، نوزاده، چون در خانواده اسلامی تولد شده، چون که پدر مسلمان میباشه، اگرچه که مادر کتابیه یعنی یهودیه و یا نصرانیه باشه، باز هم حکم به ایمان این فرزند باشه. اما بعد از اینکه به سن بلوغ رسید، اون باز به جای ایمان ظاهری میشه ایمان بیانی، میشه ایمان کسبی، یعنی شخص مکلف واجب بر او، فرض عین بر او که معتقد و همچنین مقر به ایمانیات و معتقدات و اساسات دین باشد. با این وجود افراد دو قسمه، بعضی افراد هستند که از تنبلی کار میگیرن، مگر همون چیزی که همین مولوی سر گفت نسبت با خدا و رسول و روز آخرت و کتاب و فلان و فلان ما به هم ایمان داریم و به دنبال استدلال نمیره، به دنبال این که مستحکمتر بکنه ایمان خودکار، به دنبال او نمیره که به این ایمان تقلیدی گفته میشه، یعنی و اساس گفته یک شخص این باور در او موجود میشه، یقین و تصدیق در قلب او میآید، لیکن دیگه دنبال نمیگرده که از راه استدلال به کتابیات خود را ثابت بکنه و یا اینکه مستحکمتر بکنه.
در نزد حضرات اهل سنت و جماعت مطلقاً ایمان تقلیدی صحیح می باشد، اما شخص گناهکار به ترک استدلال کردن. زیرا چیزی که تقلیدی بود او در معرض تشکیک و زوال می باشد، چون خود او دلیل نیاورده، خود او صاحب دلیل نمی باشد، پیش او دلیل نیست. اگر محض یک کس اعتراض وارد کند، شاید یک تزلزل ایمانی در او وجود بیاید. اما دیگری ایمان استدلالی می باشد که با استدلالات عقلی و استدلالات نقلی، هر نوع استدلال مبنی بر وجود خدا، مبنی بر وحدانیت خدا، مبنی بر اتصاف خدا به صفات کمال، مبنی بر اینکه عقل بیان میکنه لزوم بعثت و رسالت را، عقل تقاضا میکنه که روز قیامت باشد. نه متصل جا خود میبایست که هر فرد مسلمان دلیل عقلی و نقلی به پیش خود داشته باشه، یعنی کشف کنه. دیگه گفته میشه ایمان استدلالی خیلی جایگاه بلند داره و شخص به اساس تب و تلاش به خاطر استدلالات بیشتر پیدا کردن این صاحب ثواب میشه. زیرا هرچه استدلال بیشتر داشته باشه به همون اندازه ایمان او راسختر میشه و استحکام در ایمان او بیشتر میاد. کسی نمیتونه که او را فریب بده. پس ایمان می باشه یک لباس معنوی پروردگار خداوند تبارک و تعالی به یک انسان بخشیده و می بخشد و این لباس که کسی زیبتن بکنه او زنده جاویدان می باشد، او محترم عند الله می باشد و سبب نجات او در روز قیامت می شود. اما اگر خلع لباس معنوی ایمان بود او را گفته میشه کفر. پس میبایست همونطوری که ایمان را بشناسیم و باید بشناسیم کفر را هم بشناسیم که کفر چیه؟ عدم باور و تصدیق و یا باور به اون چیزایی که خلاف عقاید و امور و اساسات دین میباشد. یک شخص از خالی و ذهن بالکل هیچ چیزی نسبت به امورات و اعتقادات دینی و اساسات دینی در او وجود ندارد. این هم باور بالکل به ذهن و خطور نکرده. مسئله توحید، مسئله رسالت، مسئله معاد و اون چیزهایی که در زندگی ستا می باشد. پس همین که تصدیق نداره، عدم تصدیق وجود نداره، خالی و ذهن بازم حکم کفر به شخص داده میشه. و یا این که جهود و انکار هست در قلب او نسبت به باورهای دینی، نسبت به اساسات دینی، منکر این نفر اساسات دین را فرق نمیکنه که یک مسئله از اساسات دین شخص منکر باشه یا اینکه همگی را منکر باشه. خدا را به وجود و وحدانیت او قائل، لیکن محمد مصطفی علیه السلام را پیامبر ندانستند یا پیامبری او را مختص به عربها دانستند و یا اینکه اعتقاد و باور به معاد نداشتند، اعتقاد و باور به کتاب آسمانی نداشتند، اعتقاد و باور نداشتن میمونه که منکر وجود او چیزی که خداوند تبارک و تعالی به وجود او تصریح فرموده. پس یا عدم تصدیق، خالی و ذهن بودن و یا انکار نسبت به اساسات دین، خواه یکی خواه همگی.
این کفر نباشد. از همونطوری که ایمان دو رکن داشت، یکی تصدیق، عدم تصدیق و انکار نسبت به او اساسات، این هم کفر، و یک رکن قول بود در ایمان، بگه به زبان خود که لا اله الا الله محمد رسول الله که متضمن تمام شریعت میباشد. برخلاف قول، اگر یک چیزی و یک سخن از زبان او قصداً، عملاً یا به قصد سخریه یعنی تمسخر و توهین و استهزاء نسبت به امور دینی سرزد، سبب از برای کفر خونده شد. این که معاذالله بگم که در قرآن یا در شریعت ظلم شده نسبت به زنها، خیلی گفته خطرناکه، کفره که یک شخصی همین کلمه را از زبان خود بیرون بکنه. این که حقوق میبایست مساویانه میبود در مابین زن و مرد، این که میراث چنین و چنان کرده، این که فلان و فلان کرده، یا این که بگه که قرآن کم و کاستی دارد، قرآن بیشتر بوده تحریف صورت گرفته و از این قبیل چیزهای دیگه از فرضیت نماز منکر باشد، از فرضیت فرائض منکر تو مسئله قلبی توهین بکنه به نماز، توهین بکنه به امور دینی، عملاً با حالت صحو، یعنی با حالت ای که به هوش می باشد، کدام سکر و مستی در اون نیه، کدام مدهوشیت و دهشت ذهنی در اون موجود نشده که از خود بی خود باشد، سهو و نسیان و خطا از زبان او سر نزده، بلکه عمدن و قصدن به اختیار خود بدون جبر و اکراه یک شخص کدام سخن بگه نسبت به امور دین، این کفر میباشد. و اعمال همونطوری که در ماهیت ایمان داخل نمیباشد، ترک اعمال یعنی ترک خود نماز و روزه و حج و زکات و امور دینی، اگرچه که فسق هست، فجور هست و نورانیت شخص کم میکنه، زیب و زینتی را که ایمان به وسیله عمل صالح میتونست به دست بیاره، او زیب و زینت دور میکنه از او، لیکن اینطوریه که به سبب ترک اعمال صالحه یا انجام اعمال سیئه و معصیت، اگرچه که معصیت کبیره باشه، یک شخص کافر باشه در نزد اهل سنت و جماعت، وفقهم الله و نصرهم الله، اینطوریه که او کافر باشه. اما برخی از اعمال ناشایست، برخی از معصیت ها چون دلالت میکنه بر عدم تصدیق قلبی، دلالت میکنه بر انکار قلبی نسبت به اساسات دین، از دو جهت این شخص کافر گفته میشه اگر همین کار انجام بده، سجده به غیر الله بکنه و قصد عبادت، همونطوری که مشرکین دیگر هم با خدا سجده میکنه و هم میایه به لات و منات و هبل سجده میکنه و قبل سجده بکنه با خاطر عبادت، این کفر، این شرک، که شرک هم این کفر میباشه. اگر معاذالله قرآن عظیم و شان قاره بکنه، اگر با قرآن عظیم و شان بی احترامی فیزیکی بکنه، این کفریه که یک شخص مرتکب شده، چون ظاهرا خود عمل انجام داده، لیکن این عمل رو دلالت میکنه بر این که این معتقد و باورمند به قرآن عظیم و شان نمیشه. سخواندن قرآن عظیم و شان این دال بر این که به قرآن اعتناعی نداره، به کلام الله اعتناعی نداره، به خدا و به دین اعتناعی نداره، پس بیرون که حکم کفر میشه به این شخص.
ولیکن کفر دو قسم است. یکی کفر اصلی، یک نفر در اروپا در کشورهای کفری تولد او به کفر شده، هندوی، نصرانیه، بوداییه، مجوسیه، یهودیه و از این قبیل غیر انواع دیگه از خود اعتقادات کفری، یعنی زندگی و نشأت او در همین خانواده شده. آیا گفته میشه کفر اصلی. و یکی نباشه کفر عارضی که شخص پیشتر مسلمان بود، کلمه پیغمبر خدا علیه السلام بود، لیکن بعداً به اساس طمع‌ها و حرص‌ها و آزها و به اساس جهالت‌ها کلمه کفر از او سر میزنه، اراده کفر میکنه که من که با خارج برم چنین میکنم، کافر میشه. یعنی اراده اینجا اراده میکنه اگر من برم با خارج من کافر باشم، معاذالله، نصرانی و یهودی باشم، معاذالله، فلفل ببینی کافر میشه. این را گفته میشه کفر عارضی. همون چیزی که بیشتر گفتیم نسبت به باورهای اسلامی و ایمانی او انکار بکنه از اون باورها، گفته خلاف شده قصدن عمدن در حالت هوش بدون جبر و اکراه بگن، این میشه کفر عارضی. فرق در میان کفر اصلی و در میان کفر عارضی. و کافر اصلی هیچ مسلمان قرضدار نمیشه. و کافر مثل که ما شما مسلمان ما الحمدلله او در یک خانواده کافر زیست کرده و نشأت کرده، اصلی خاطر بالکل رو قرضدار نمیشه. مکلف هست به ایمان و ایمان بیارن نمیارن و او خودشو مسئول همین عقیده خود کنه باشه. و لیکن سخن به سر کفر عارضی می باشه که یک نفر بعد از اینکه مسلمان بود بیاید مرتد بشه از اسلام. این جرم او سنگین می باشه، جرم او در دنیا هم محافظه میشه این شخص نسبت به کافر اصلی. همین سیکه که به افغانستان می باشه افغانیه لیکن هندویه، افغانیه، سابقا یهودی هایی که بی بازار عراق بودن افغانیه، او از اول کافر بوده. اگر در یک کشور اسلامی بعضی از رعیت های کشور اسلامی کفار تشکیل بده، او گفته میشه این کافر اصلیه و ذمی می باشه. حکم ذمی اوه در شریعت مقدس اسلام که خون او مانند خون مسلمانه، آبروی او مانند آبروی مسلمانه، مال او مانند مال مسلمانه. امام اعظم رحمه الله میفرماید که اگر کسی عمدن یک کافر ذمی را بکشد قصاص میشه. مسلمان کافر ذمی را کشته عمدن باید قصاص بشه. اگرچه که امامهای دیگه میفرماید گناه کرده، معصیت مرتکب شده، ولی چون کافر بوده پس به خاطر قصاص نمیشه. یعنی بکنیم خون او، مال او و آبروی او مثل آبروی مسلمانی باشه. و یکی دیگه از کافر مستعمل که میاد از بیرون وطن، از کشورهای کفری میاد، همراه پاسپورت میاد، همین که ویزا بود صادر شد که تو به این کشور اسلامی آمده میدنی، یعنی پادشاه اسلام، پادشاه کشور تضمین کرده که هیچ مسلمان در این کشور که تو قرضدار نمیباشه. کافر مستعمل هم تا هنگامی که به این کشور باشه به اساس همون پاسپورت و ویزا حکم شرعی میاد که میبایست به او کسی قرضدار نباشه. ولی که اگر کسی او را کشت گناهکار میشه، اما قصاص و این چیزا لازم نمیشه. اما کسی که مسلمان بود و بعدا معاذالله مرتد شد، کافر شد، به کفر تاریک و کفر عارضی گفته میشه، و مجردی که کدام دختر مسلمان،
کافر باشن اگر ازدواج صورت گرفتن و مزدوج باشن و صاحب خانه باشن فی‌الفور به مجرد اینکه کافر شد فسخ نکاح شد، نکاح این زن و مرد از بین میره و فسخ نکاح که شد بقیه امورات با این زن ادامه زندگی نمیتونه در حالت کفر و ارتداد خود اگر همبستری بکنن این زنا محسوب میشه. و میتونید اگر فرزندی در طول این چند وقت به او به دنیا بیارن کافره، کسی خبر نداره که این کفر کرده، لیکن کفر کرده از او فرزندی که به وجود میاد او ولد زنا محسوب میشه. لیکن اگر قاضی اسلام خبر شد که این نفر کفر کرد، کلمه ارتداد آمیزه و زبان رانده، اگر زن باشد معاذالله زن بندی میشه تا اینکه یا توبه بکنه پس دوباره مشرف به ایمان باشه یا اینکه همینطور به بندیخانه بگه. ولی اگر مرد باشه تا 3 روز به او مستحبه که فرصت داده باشه، پس برگرده، شبهه داره، شک پیش شده بود و سؤال داره، اعتراض داره، علمای اسلامی را قاضی مسلمان و پادشاه اسلام به او عرضه بکنه تا اینکه با او گفتگو بکنه با مشکل و شک و شبهه را برطرف بکنه. لیکن اگر بعد از 3 روز این نفر برنگشت، حکم اسلامی میاد که من بدل دین و فقتلوه، کسی که مرتد باشه از اسلام باید کشته بشه. مردی که مرتد از اسلام باشه او باید کشته بشه. این حکم شرعیه، یک حدیث نیست بلکه نزدیک و تواتر میباشه. احادیثی که در این مورد ذکر شده، این خبر واحد، این خبر واحد، این خبر واحد، تقریبا نزدیک به 60 یا 70 حدیث پیرامون همین که پیغمبر خدا علیه السلام چنین فرموده، اصحاب مبارک چنین عمل کردن نسبت به خود مرتدین، این حکم ثابته، حکم اجرا باید باشه. و این حال به مجردی که کافر شد تمام اعمال او، چیزی که نیکی انجام داده، اگر عبادت، اگر کارهای قربت و ثواب انجام داده، همگی حبطه میشه، همگی ضایع میشه. و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخرة من الخاسرین. کسی که کفر به غرض ایمان مرتد باشه فی‌الفور تمام اعمال حسنه او ضایع شده. اگر همینطور بمیره و کشته باشه و او فی الاخرة من الخاسرین و جمله خساره‌مندان باشه. اگر دوباره مجددا ایمان آورد در صورتی که خانم او راضی باشه، خانم او سابقا خانم او بود راضی باشه، پس به مهر جدید، به نکاح جدید میتونه که ایمان نگر همون زندگی خود دوباره مجددا آغاز بکنه. و این همه عبادت‌هایی که کرده و ممکن نیه که پس گیره فضا بیاره و غیر حجی که کرده، حجی که کرده او رو باید دوباره پس انجام بده. یه کفر عارضی میباشه، چون ایمان دانسته شد از او چیزی که به او ایمان باید آورده باشه، یعنی مؤمنی او باید شناخته باشه. 3 چیز میباشه: مؤمنی کلی، گفتیم توحید، نبوت، معاد. این 3 چیز از جمله اساسات خود دین تشکیل میده. از چون توحید مخدوم دوتای دیگه، اگر پیغمبر میاد به خاطری که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، دعوت به طرف توحید. و معاد هم که هست، ثواب و عقاب هم که هست و به اساس همون توحید داره. از همه اینا مومن و همگام و یا نتیجه توحید میباشه.
سنگ تعدابه. به این خاطر خداوند تبارک و تعالی خود او در قرآن عظیم‌شان دعا می‌فرماید که شهد الله انه لا اله الا هو. خدا شهادت می‌دهد که به جز او معبود دیگری نیست. واحد یکتا لا شریک له باشد. و اولو العلم صاحبان علم. ملائکه هم که قرآن عظیم‌شان می‌فرماید والملائکه و اولو العلم، اینا شهادت می‌دهد که خداوند تبارک و تعالی یکتا می‌باشد. بلکه پیغمبر مبعوث میشه به خاطر و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدونی. هیچ پیغمبر را بیشتر از شما ای محمد علیه السلام نفرستادیم مگر اینکه ما به او وحی کردیم که انه لا اله الا انا، به جز من پروردگار دیگر معبود نباشد. فاعبدونی، پس مرا پرستش بکنید. لذا حکمت بعثت پیغمبرها هم همین چیزی که دعوت به طرف توحید بود. زیرا این رکن اساسی است، این تهداب امور دین میباشد. پس میبایست یک شخص مسلمان باور داشته باشه، یقین و تصدیق بکنه به این که خداوند تبارک و تعالی واحد لا شریک له. توحید یعنی چه؟ اعتقاد و باور به توحید یعنی اعتقاد به ان الله واحدون، به این که خداوند تبارک و تعالی یکی میباشد در ذات، در صفات، در اسماء خود، در افعال خود، در همگی شؤونات خود خداوند تبارک و تعالی یک میباشد، یعنی لا شریک له و همراهی در هیچ چیز شریک نیست. این جمله معتقدات اصلی مسلمان و یک بنده میبایست باشد. ولیکن چون معنای توحید ایه که اعتقاد بکنه به این که خداوند تبارک و تعالی واحده، یعنی اعتقاد به این که الله میباشه واحد یکتا. همین یک جمله الله واحدان، خدا یکیست، این جمله قانون ما و شما داریم که ثبوت خبر از برای مبتدا، ثبوت یک چیز از برای یک چیز دیگر، این فرع وجود همون چیزه. مثال وقتی که ما بگیم فلانی عالم میباشد، فلانی زاهد میباشد، فلانی خطاب میباشد، باید فلانی موجود باشد تا این روز خطاطیت و این صفت به او ثابت باشد. از همین که میگیم الله یکتا میباشد، این خود او متضمن این موضوع و این قضیه دیگه است که خداوند وجود دارد. الله موجود میباشد. بعد از این که به وجود خدا یک شخص معتقد باشد، از وحدانیت خداوند تبارک و تعالی به اعتبار ذات، صفات، اسماء، افعال و شؤونات معتقد میشه و به او باورمند میشه. لذا پیش از اینکه به اصل مسئله توحید بپردازیم، یک نظر نسبت به وجود خدا، خداوند خدای هست، ایدونیه که این عالم بدون خدا حرکت داشته باشه، این عالم بدون خدا موجود شده باشه، نه بلکه موجود داره این عالم. به خاطری که اثبات وجود خدا باشه، عقلا هم کسایی که به دنبال عقل نگردن، به این خاطر حضرات علما و اندیشمندان دین ذکر میکنند که اکثرا بکنیم دو گروه هست. یکی صوفیین کرام هست، یکی کسایی که در بحر معرفت پروردگار غرق شدند
آنها میگن که وجود خدا بدیهیه، وجود خدا فطریه، در فطرت هر شخص نهاده شده که الله موجوده. امام صادق رحمه الله از اونا کسی پرسید که چه دلیلی داری بر وجود خدا؟ فرمود آیا اگر به داخل دریا کشتی بشکنه بخواه غرق بشه، شنا یاد نداشته باشی، اگر خود تو بخواه غرق بشی شنا یاد نداری، هیچ وسیله دیگه نیه، باز هم امید به یک چیز داری که تو را نجات بده. گفت همون چیزی که با عدم وجود اسباب ظاهری به اون متکی باشی که نجات بده تو همون خدا. یعنی فراتر از اسباب، از گروه از مسلمان ها قائل بیده که احتیاج به استدلال نیه که ما بیان از طریق استدلال ما ثابت بکنیم وجود خدا. در قلب هر نفر الله است، اکثر اوقات در هنگام مصیبت ها و چه خود دارم که چیز نمیمه وقتی که جای او درد بکنه الله الله میگه. زن در هنگام زایمان گاد میگن، خدا میگن، همگی دکتر و خیر دکتر و دگه و دگه همگی از یاد میگن. در هنگام مصیبت ها همون چیزی که به یاد انسان میاد. پس معلومه که در فطرت هر انسان نهاده شده وجود خدا و اعتقاد به موجود بودن خداوند تبارک و تعالی، ولی که چون اکثر مردم از راه استدلال پیش میره، لحاظا یک چیزی هست که او دلالت بکنه بر وجود خداوند تبارک و تعالی، از راه عالم میرسه به صانع عالم، از راه موجودات میرسه به صاحب موجودات و خالق موجودات. لحاظا به خاطر اثبات وجود خدا میفرمان همین عالم خود او دال بر وجود خدا. همین عالم یعنی موجوداتی که غیر از خدا، هر چی که غیر از خدا باشه از موجودات او عالم. بوها، رنگها، شکلها، حالتها، صفتها، اعراض مطلقاً، اجسام، اجرام، جسمهای خود برید، جسمهای کلام که به اون جوهر گفته میشه به اون خودها، مولکول، اتم، هر چی که بگیرید، خودترین ذره تا بزرگترین جسم، تا بزرگترین جرم سماوی این بباشد دلیل به خاطر وجود خدا. نه تنها وجود خدا بلکه به خاطر وحدانیت خدا، به خاطر انتصاب خدا به صبغت کلام. ولی که همین عالم وقتی میتونه که دلیل باشه بر وجود خدا، یک خود عالم موجود باشه، او را ما موجود بدانیم. دوم همین عالم بگیم که نوپیدای حادثه، قدیم نیه، زیرا چیزی که قدیم شد او غیر مخلوقه. پس عالم به دو مقدمه اثبات میکنه وجود خدا. یک مقدمه ای که بگیم عالم موجوده، یک بغیر از کسی که دیوانه باشه و دیوانه بالکل مالیکولیایی، دیگه هر کس معتقد باور داره به که حقایق الاشیاء ثابته. همین چیزهایی که ما و شما و تحت نظر داریم، یعنی هر چیزی که چیز میباشد او ثابته، او موجود در افزان هست. جسم و جوهر و عرب، اعراض، اگر بوهای، اگر فلان، محبت موجوده، عداوت موجوده، زیبایی موجوده و بدشکلی موجوده، علم موجوده
و فلان هر چیزی که ما شما بگیریم از اعراض و از اعیان و اشیاء این همگی وجود داره. هیچ کسی در دنیا شما سراغ نمیکنید که او بگید که عالم وجود نداره، این همگی خواب و خیاله. این چیزایی که ما شما میبینیم این همگی خواب و خیال نداره. این دو کسی وجود نداره که بگه عالم موجود نداره، بلکه دلیل داره موجود ولی که عالم موجوده والعلم بها متحقق. از راه علم به وجود عالم پیدا کنه. چرا؟ بخاطر که همین چیزهایی که هستن و عالم تشکیل میدن یا میباشه از جمله محسوسات، چیزهایی که تحت حواس ما شما حس ما شما، یعنی گویایی، بینایی، ذائقه و لامسه و شنوایی او را درک میکنه و تحت حس میباشه، میتونه احساس باشه. یا این که نه محسوس نیست، از جمله خود معقولات نباشه، محسوس نیست، از حالت احساس و حواس، از دایره حواس او بیرون میباشه. اما چیزی که محسوس باشد یعنی به داخل دایره حواس باشد یا به پیش بینی شما، یعنی حس او را درک میکنه یا اینکه غایب از حس، اگر به پیش رو باشد، نزدیک باشد، خب به اساس حواس سلیمه، او هم شرط نمیاد که حواس سلیمه باشد، کار نباشد، کور نباشد و حس نامسر هم دست نداده باشد که دست او با خشت انسان باشد، یعنی فعلش نشده باشد تا اینکه بالکل هیچ کدام چیزی احساس نکنه. نه، حواس سلیمه، گویایی، بینایی، شنوایی، ذائقه، لامسه، اینا که سالم که باشد، همین محسوسات که ما شما نزدیک میباشد او را ما شما میتونیم که درک کنیم. همین که حس میکنید، همین علم ما شما را به این چیز هست. اگر از دایره حواس ما شما به دور باشد، محسوس هست که به دور، مکه مکرمه، مدینه منوره، فلان نفر و فلان نفر و فلان شخص، فلان چیز دور ما ندیده، ولیکن خبر صادق هست که از طریق خبر صادق ما و شما میتونیم که علم بیاریم وجود و چیز. میلیون ها نفر میرن مکه مکرمه که نباشه این سرگردنی خواهد مکه موجود نباشه میره مکه، و یعنی مدینه منوره نباشه میره مدینه منوره، میره بغداد و میره فلان و میره و فلانجا، میره به دشت دمن و صحرا، هرچی او از خود حواس ظاهری ما به دوره، لیکن اون نفره که میره و میبینه و مصرف میکنن باز میاره به ما میگه همون گزارش صحیح، همون خبر صادق یا یکی از راه‌های علم و وجود یک شی. گاهی اوقات بعضی چیز هست که از دایره حواس بیرونه، معقولات. علم یک چیزیه که این چشم و گوش و بینی و فلان و فلان او را احساس نمیکنه، از حواس بیرونه. پس یک چیز دیگه هست به نام عقل سلیم، عقل که او باز درک میکنه اون چیزهایی که از احاطه بیرون باشه. لحاظا حواس سلیمه و خبر صادق و عقل، اینها سه وسیله دیگه بر اشیاء میاریم. تنها ما علم نداریم که دلالت بر وجود میکنه، نه، علم و معلومات هم میتونه بیاره، علم و بر ممتنعات هم میتونه که بیاره. یک چیز وجود نداره، شما تئوری او یک تصور میکنه و در مورد او بعضی از معلومات حاصل میکنه، بعضی تصورات میکنه. نه، این خود اسباب علم، ولیکن با وجود او میبینیم که اثر هم از او صادر میشه و ظاهر میشه.
صدور آثار از معدوم و اثر ثابت نمیشه، ظاهر نمیشه، از ممتنع اثر ظاهر نمیشه. میگه این گل خوشبویه، این رائحه موجوده، این رائحه طیبه، بوی خوبه، این بوی بده، چرا اثر او به مشام رسیده. این زیبایه، این بدشکله، چرا اثر او به بینایی آمده. این قد بلنده، این قد کوتاهه. این علم مثلا موجوده و اثر او چه انکشاف. این نفر صاحب علم بچره خیلی از امور به پیش او منکشفه. پس با اینکه اسباب علم هم دلالت میکنه ما به یک مطلوب برسانه، این که باز بیشتر دلالت میکنه بر وجود این عالم، نباشه اثرات. آب موجوده، آتش موجوده، بگی موجود نیه قربان از داخل. اگر آتش موجود نیه قربان از داخل، اگر آب موجود نیه قربان از به دریا سیب و غرق میشه یا نمیشه. از چون که هر کدام اثر هم به اون مرتب نباشه، وجود اثر دلالت بر وجود مؤثر میکنه. پس عالم موجود. گاهی اوقات یک وجود نسبت به وجود دیگه که بگیریم، این وجود کالعدم. پس میگه کل شیء هالک الا وجهه، بغیر از ذات خدا دیگه هر چیز که هست هالک میباشه، در معرض هلاکت. چیزی که در معرض هلاکت بود درسته که اعمالگی باشه، هلاک باشه. چیزی که وجود او عارضی بود، وجود او عاریتی بود، او چون همیش در معرض عدم. هرگاه خدا بخواهد جوان و طفل و پیرمرد و پیرزن و فلان نداره. هر وقتی که خدا بخواهد، چون این وجود ما و شما عارضیه، وجود ما و شما عاریتیه، ذات ما و شما تقاضای وجود نمیکنه. از این وجودی که داریم نسبت به وجود ذوالجلال، نسبت به وجود ذاتی خداوند تبارک و تعالی کن عدم، مثلی که وجود نداشته باشه. به این خاطر صوفی بزرگوار چی میگه؟ میگه همه نیستن آنچه هستی توی. همه نیست بیمانه که موجود نیه. صوفی عارف و بزرگوار کی میگه که این چیزا موجود نیه؟ نه، بخاطری که در معرض حقیقت نسبت به وجود خدا یک کار دیگه هیچ وجود نداره. از وجودها فرق میکنه. این وجود تایی وجود، این وجود تایی وجود، اثرات وجود فرق میکنه. از عالم موجود این به یک مهم، همین عالم قدیم نمیباشه، بلکه عالم نو پیدایه. مطلقا هم قدیم نمیباشه، از طرف ماضی هم و گذشته هم قدیم نمیباشه. بعضی بخاطری که مردم بازی بده میگه از این طرف قدر اثر او تولد بشه، باز این پسر صاحب فرزند دیگه، یعنی میتونه هر چیز از چیز دیگه. لیکن از او طرف، از طرف گذشته قدیمه، از او طرف عالم به موجوده و به خالق احتیاج نداره. یکی دیگه باز میگه که نه، بالکل عالم مطلقا قدیم، ولیکن ثابت میکنیم به که عالم حادثه، نوپیدایه، پیشتر نبوده، از صحنه عدم، از نیستی و هستی آمده. پس رسول الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در گذشته برای پادشاهان سجده تعظیمی میکردن، حتی در نزد پادشاهان مؤمن و بادیانت نیز این کار انجام میشد. لطف نموده حکم سجده تعظیمی را بیان فرمایید. بیشتر ذکر کردیم سجده لغیر الله اگر به قصد عبادت باشد، کفر، شرک، انسان از ایمان بیرون میکنه. اگر به قصد تعظیم باشد، این حرام، گناه کبیره، لیکن نفهم کافر گفتند.
لا اله الا الله بالجهر بعد از هر نماز حکم آن چیست؟ هر ذکر مستحب و مستحبات کوشش باشه که التزام به او نشه، به این مانا که حتما لازم و واجب شمرده بشه. هر وقت و هر زمانی و به هر مکان مناسبی که مناسب ببینه ذکر بکنه. بعد از نماز، پیش از نماز، هر وقت، یعنی وقت مشخصی نداره. گاهی اوقات به خاطری که یعنی همین طاعت و عبادت ما باز بعد از او هم ذکر باشه، دیگه باشه، بعد از او ذکر میکنن، لیکن گفتیم این تو التزام، پابشانی و اصرار نباشه که حتما اگر کس انجام نداد بگه اون چنین و چنان. کافر مطلق که ایمان بیاورد او پاک میشود از گناهان گذشته مانند طفل نوزاد. الاسلام یهدم ما کان قبله. پیامبر خدا علیه السلام فرمود چیز معصیت هایی که کرده، چیز گناهانی که انجام داده بغیر از حق العبد، حق العبد مالی، قرض میخواهی کسی از کسی و در حالت کفر پول را گرفته، بعد از ایمان باید پول را بده. پس اینطور نیه که حقوق مالی یه عفو باشه. جرم کرده، جنایت کرده، حتی در مقابل پیغمبر اسقاط شده. صحابه‌ای که بعداً صحابه شدن، خالد بن الولید رضی الله تعالی عنه، الاسلام یهدم ما کان قبله، همه را بین میاد. شخص مرتد هم بعد از برگشت به اسلام او هم پاک از گناهان گذشته می شود. به این معنا حقوق و همه گیرن دست داد دیگه بیشتر برمیگرده. این مثل که نو تولد شده باشه. صحیح شده؟ او همه گیرن دست داد، همه گی حرام شده، بدبخت شده. امروز سوالی در بین مردم مطرح است الله جل جلاله در کجاست؟ انشاءالله در بحث خود صفات خداوند تبارک و تعالی که میباشد تقدسات توی بحث این موضوع نشد. بعد از نماز فرض مثلا شام ظهر گفتن که بعد از آن نماز سنت است، بعد نماز سنت را فوراً بخوانیم بهتر است، یا بعد از فرض اذکار و دعا بخوانیم، بعد از آن نماز سنت بخوانیم. از پیغمبر خدا علیه السلام ادعیه هم ثابت نباشه که دعا کردن، لیکن دعا خیلی طولانی نباشه. شما گفتید که صوفیان کرام قائل به این هستند که وجود خدا بدیهی و تدریس و در یمن و در عین در اوائل فضیلت ارشاد کنید ایمان بدون است، ایمان تقلیدی و ایمان استدلالی و کسانی که ایمان تقلیدی می داشته باشند گناهکاران و بدون شک گناهکارند و بدون شک اساس ایمان را توحید تشکیل می‌دهد. حالا کسانی که به دنبال استدلال بر موجودیت خدا نیستند گناهکار بکنید یکی توحیده، یکی وجود خدا. یک همین عالم یک خالق دارد، بدون خالق عالم نمیباشد. به توحید خود چینیه؟ نه، سخن می بود که توحید خود مشتمل بر یک قضیه ضمنی نباشد، وجود خدا. آیا وجود خدا احتیاج به استدلال دارد که ما بریم دنبال رو بگردیم ما خدای عرشانه؟ یکی میگه فطریه، امور فطری هم جمله یقینیات در جمله بدیهیات از مثل که صحیح متوجه نشده این کلام صادق. بعضی از مردم از اصول دین آگاهی کاملی ندارن. حکم آقا چیست؟ اما ایمان تقلیدی همینقدر میگه که همون چیزی که این مولوی صاحب میگن همون چیزی که هستم همون قبول دارم، خدا را قبول دارم. یک چیز میگه جناب علامه ابن القیم رحمه الله در حل المسایره میفرماید این دو مسلمان ما خیلی کم داریم اگر از میلیون یک نفر باشه که یک دلیلکی هم نداشته باشه، این دو کم داریم. بعد دیگر کل مثل کرده هیچ نوع دلیله به پیش خود قامت نداشته باشه بر توحید، بر بعثت، بر قرآن. اگر کسی نسبت به بودن کفار عربی در یک کشور راضی باشد، چی حکم دارد؟ عقیده این شخص نسبت به این موضوع چگونه است؟ او گناهکار باشد شخص وقتی که وجود او با اینکه
تخریب دین هم میکنن این گناهکار باشه. اما این که سخن و مبحث رضایت چگونه رازی کنن او فرق از که نمیتونیم که مطلقاً بگیم این کافر مشاورها نفس کافر همی و کشور اسلامی چی داشته باشه گناهکار میشه. آیا برو فکر کردن گناه شمرده میشه؟ یک مسئله هست که مثلا میتون تصور میکنن که همراه قانون خود کو ارتباط جنسی برقرار میکنه لیکن به فکر زن اجنبی هم گناهکار باشه. همیده شده این گناهکار باشه. او تصور گناه دیگه به چی تحقیق و باید تفصیل داده باشه. یک صورت همین چرا پیامبر ما خاتم النبیین شد؟ یعنی بعد از پیامبر علیه السلام دیگر پیغمبران یعنی خود خاتم النبیین بودن هم کمال داره یا خود او کمال میکنه. و در حدیث مبارک هست که همین دین و یا خود اون دین بگیم شریعت اون همین مثل یک ساختمانه. پیغمبران هم کدام خشتی این ساختمان و یک هر کس که میآید دیگه عجیب ساختمان زیبای کاش که همونجا خالی نمیده همونجا پر میده چون هم مطمئن همونجا من خشت نباشد که سینت کامله و دین میده. دین به وسیله من کامل میشه. دین به وسیله من سینت کمال خود میاد. اگر یک شخص عادت کرده باشه به گفتن کلمه کفری حکم چیست، مثلا صفت نابینا رو خدا می‌دونه، یعنی خداوند بصیر نیست، نابینا کافر میشه. کافر میشه یک بگم یا ای که همین گفته و همیش باشه به صورت قصدن عمدن همین چیزه بگم. برای قبایل و گروهی که در بعضی از کشورها و قاره‌ها زندگی میکنند و بیان توحید به گوش آن نرسیده باشد و مسلمان نشدن حکمها چیست؟ یک دعوت دهی به طرف اسلام این مستحب. جناب حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه هنگامی که با لشکر اسلام میاد به طرف فارس و میخواهد جهاد مبارزه بکنه توسط حضور دعوت بده. این مستحب به این طور نیست که واجب باشه لازم باشه طوری که بعضی از برادرها گمان میکنن. نه اینطوریه که اگر اون نفر مسلمان نشد سوای قیامت ما مسئول باشیم که چرا مسلمان نشد. زیرا چنین نمیباشه که ندای اسلام به جای نرسیده باشه. قرآن مثل تورات و انجیل و قرآن نیست که فقط مخصوص به مسلمان یا مولوی مسلمان باشه. نه به هر کشور میتونه که قرآن شریف کنه. و هر جای میتونه که همین شروع احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و باشه از او خود او مقصر اگر ایمان نهد. چرا انسان‌ها بعضی اوقات از لحاظ اعتقادی ضعیفند و بعضی اوقات که همین و این فرق میکنه با اون مقدار گره چی اندازه گره قلبی داره با این جنبیات با بین و با این اعمال بیشتر هم که اعمال مستحکم کننده این گره باشه. هرچه تسلط باشه و هرچه استحکام بر امور دین باشه او اندازه قوت پیدا میکنه، او اندازه نورانیت پیدا میکنه. پس به خاطری که از اعمال دینی دور بشه نکنه. چرا عمل را جز ایمان نمیدانید در حالی که جمهور فقها و محدثین به این نظر هستند؟ این یک بحث طولانی هم بیشتر ما تقریبا اجمالا بیان کردیم که یکی نباشه خود ماهیت و قادر همون مرز ایمان یکی از کمال ایمان. هیچ اختلافی در مابین محدثین و در مابین فقها رحمهم الله از لحاظ حقیقت نمیباشه. فقط اختلاف لفظیه. او کسی که ایمان را تصدیق میدانه و عمل جزء ماهیت ایمان نمیدانه یعنی ما نفس ایمان منجی. و او کسی که جزء ایمان میدانه او ایمان مولی یعنی ایمان کامل. و همینطور نیست که
اگر جز ایمان بدانه بود معتزلی باشه. زیرا معتزلی ها و خوارج اعمال جز ایمان میدانند، لیکن فرق در مابین معتزلی و خوارج با اون محدثین میفرمایند خود اعمال جز ایمان، لیکن اگر کسی اعمال انجام نداد کافر گفته نمیشه، فاسق گفته میشه. او یعنی اون چیزی که فقها میگن فقط اختلاف ظاهری میباشد. در حدیث مطلق آمده که من وقت ربید و زن مرتبط چرا کشته نمیشه. چه کنیم؟ اولا به این که مرد چرا کشته باشه. خیلی از کسانی که شبهات به ذهن از اونا میاد، یا مثلا چرا به کشور اسلامی دعوت به طرف نصرانیت قرآن صحیح نیست که کشورهای کفری و اروپایی این برادران جماعت تبلیغ و علما میرن و دعوت به طرف اسلام میدن. چرا اگر مسلمان بشه خوش بشه، اگر یک شخص کافر بشه دل بشه یا یک حکم والد زاده میکنه، و چرا کس بعد در واقع نظام آمد؟ و این سوال چون نمی شده. پس از همین دوباره بگویم همین کسایی که برای حکومت عدل اسلامی بغاوت بکنه، همون پادشاه اسلام به اعتبار همون جرم و اقسام خود عقاب میده. یکی هست که جرم و خیلی بینه بالکل باقیه، بالکل سرکشه، بالکل مفسد این نفر خود میکشه. یکی هست که نه جرم و قدم تبی بور مثلا نمیتونه ضرر برسانه، اون حبس بکنه. زن او اندازه مضره شده نمیدونه، هرچه که مرده بعد از اینکه خدای نکرده این مرتد شد او باز مضر میشه نسبت به عقاید دیگه مسلمین. یعنی فساد خوبی از اون مفسد میشه، مفسد فلحق. کسی که مفسد فلحق بکنه حکومت اسلامی عدل باشه او جزا از او گفتن میباشه. چی برسه به خود بغاوت بر علیه حکومت خدا که شریعت باشه. ما هم به تقدیر ایمان داریم که همه چیز یعنی در بطن مادر نوشته میشن، گناه، ثواب، فلان. سوال این است که در اینجا بنده مکلف نیست به گناه، زیرا این پیش نوشته شده چرا عذاب داده میشن. این مسئله که انشاءالله در بحث صفات خدا قضا و قدر مفصل وارد بحث میشه، لیکن خلاصه رو اینه ببینیم که خداوند تبارک و تعالی پیش از اینکه موجودات یعنی عالم موجود بکنه، ما و شما رو موجود بکنه، علم داره. پیش از وجود موجودات در ازل علم داره به اینکه من چنین کسی مثلا زید از عبدالناصر هم خلق میکنم او این کارا میکنه تمام جزئیات و کلیات همین بنده این به طور مثال یک نفر میگه تمام جزئیات و کلیات دوره خداوند داره و اساس همون که در موقعات که میرقم چون این کارا میکنه به اختیار خود به اونی محب و ثبت میکنه. این مثلا معلوم میشه این جمع و اجبار و اجزام تقاضا نمیکنه. آیا شخص مرتد اعمال از صالحه او نابود آمده میشود که گناهان او نیز از بین میرود و دوباره ایمان بیاورد مانند طبق نوزاد است. اگر چنین باشد کسانی که گناهان و از ثوابش را بیشتر باشد شعور و مرتد شدن نمیکنند. فکر کنید این است که گناه هم گناهی باید بالغ گناه دیگه گناهی کنه. یک گناه جزئی او احتمال بخشش هست که نه؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. نور ایمان که بود ظلمت میتونه که دور بشه یا به فضل خدا، بخشش خدا، یا به اساس شفاعت نه یا به توبه این نفر. اما این که این شخص باز میاد مرتد میشه این گناه بعد گناه انجام میده نسبت به خود مرتد میگم اعمال صالحه این نفر از بین میره. او گناه او آنقدر باز گناه اکبران دیگه مرتکب شده او گناه دیگر بالکل ریز قرار میده. اینه که او گناه رو از بین میره. این باز رقص گناه انجام داره. او گناه بود که او را به جهنم همیش نمیگذاشته،
یک دفعه او برکت نور ایمان از جهنم بیرون میشد، آخر او به جنت بود. این که هست که جنت از دست داده. در فرضیت لا اله الا الله محمد رسول الله کدام آیت دلالت دارد؟ واعلم انه لا اله الا الله محمد رسول الله. نه همه یک از آیات قرآن از میکنه ایمان به این حضور لازم هست، از ایمان به خود لا اله الا الله هست، ایمان به محمد رسول الله هست. آیا موحد از مؤمن از لحاظ عقیدتی فرق دارد؟ چون تعداد موحد را توجیه دیگر می‌نامند و مؤمن را توجیه دیگر. بکنید فرق یکی این چیزه که مسلم و مؤمن، مسلمان و مؤمن، ایمان و اسلام در مورد اهل سنت یکی، هر مسلمان مؤمنه، هر مؤمن مسلمان. یکی موحد و مؤمن. خب بعضی از برادرها که به گفته خود، یعنی به گفته خودشان بعضی از خود امور را شرک میدانند یا توجیه میکنند، همون را انجام نداده بگم من موحد. بگید که من موحد، زیرا من این کار انجام نمیدم، این بدعت، این بدعت، این بدعت، این بدعت، پس من موحد. ورنه مسلمان معنی موحد نباشد. موحد داره اعتقاد و وحدانیت خداوند مبارک. آیا جهالت بعضی از جهان نسبت به امورات اعتقادی عضو شمرده میشوند یا غیر؟ نه. ولیکن یک چیز بگیم که فرق در مابین امور اعتقادی که امور اعتقادی ضروریات دینه، وجود خدا، ببین ترتیب، توحید، رسالت، معاد، از این قبیل چیزهای دیگر که هر کس بوده بدن، فرضیت نماز، فرضیت روزه و چه بوده بدن، این کسی که تحافظ و خود خانواده مسلمان زندگی بکنه اون بداند که نماز فرض، روزه فرض، فلان فرض، یعنی اموری که زن و مرد و پیر و جوان و این چیزا ندارن، هر کس میداند بداند و میداند این ضروریات بداند. جهل نسبت به ضروریات مطلقاً این معذرت شما دارد. هرچی که نسبت به قطعیات دینه، بعض مسائل هست که خواص میداند و لیکن غیر خواص نمیداند اون مسائل و لیکن فرضینه، یعنی چیز باید دانسته باشد، اما قطعیات دینه در صورتی که نسبت به او جاهل باشد، حتی از او منکر باشد، خب به مجردی که چون نمیدانه منکر شد، این کفر او داده نمیشه. اما اگر بعد از این که موضوع فهماندی مورد شریعتی کرده که تو میگی این خلاف دستورات شریعت، ایمان او لازم میباشد، بازم کس کنو امکان خودی اصلاح بورزد، او هم باز به کفر او داده میشه. ایمان زیان کم میشوند و بیشتر به هم شروع کرده که به اعتبار اعمال همون جلال نورانیت در قلب، سینه و زیبایی بیشتر میان. به اعتبار بندر ایمان و مرز ایمان در وجود کدام چیزی از یادت نمید. این مسئله در میگه که بگی که اعمال جز ایمان هست و یکی جز ایمان نمید و باز در میگه که کدام ایمان ما تعریف میکنه. او کسی که ایمان کامل را تعریف میکنه واقعا اعمال نقش بزرگی در ایمان کامل داره. هرچی اعمال یک شخص بیشتر باشد و من ایمان رو قوی در شده، ایمان او نورانیت در قلب رو بیشتر وجود میاد و او کسی که باز حقیقت و ماهیت و مرز ایمانه و میگه اعمال جز ایمان نیست، پس کمی و زیادی قبول نمیده. این مسائلی که اختلافی میباشه، یعنی از اصول کلیه متفق علیه در مورد علما نیست. این خاطر به اون چیزها ما نمی‌کنیم. او در خود دروس حدیث اینا بیان میشه. منکر تبدیل خیر و شر چی میشه؟ کافر میشه. چرا بیان میکنیم در عقیده تهاوی این بیان میکنیم. توهین به صحابه پیامبر چی حکم دارد؟ حلال شمردن توهین به صحابه حتی به ادنا مسلم و یک فرد معمولی مسلمان دشمن او را حلال بدانه کفر. یکی را که دشمن بدن،
این معصیت سب المسلم فسوق و قتاله کفر، ولیکن یکی حلال شمردن معصیت. در صورت اون معصیت قطعی ثابت شده باشه که واقعا معصیت و حدیث و باید است که باشد حلال شمردن میکنه که باید برش به ثابت شمردن. بعضی از مردم مانند ماتریالیست‌ها برای هر یک احکام دینی و هر مسئله دینی دلیل عقلی میکنند. این نوع تفکر چگونه است و یا این افراد چی با این افراد چی باید و هر مسئله و عقیده دینی دلایل عقلی است و هر مسئله دلایل عقلی است که ما کوشش ما بریه که خود دلایل دقیق دلایل عقلی را توأم بکنیم و این که خوب واضح بشه این موضوعات. و کسی که با پیش بود دلیل عقلیه میتونه به پیش یک کسی که از اون ماهر طرف پیش بود رو هم بکنه.